امت اسلامی امروز شما در این میادین، در این میادین درس و تعلیم و حلقه ها روی پول نیامده اید، دنبال عزت و شرف دنیا نیامده اید. هر که دنبال چیزی رفت آن را با خود میبرد. بدانید شیطان مردم را به کجراه کشانده و میان آنان بذر دشمنی و کینه افشانده است، تا آنجا که در همین دنیای فانی به جان یکدیگر افتاده اند، خونهای بیگناهان را ریخته اند، حرمتها را شکسته اند، ناموسها را حد که حرمت کرده اند، مالها را به ناحق گرفته اند. همه اینها جز پژواک دعوت شیطان دستاورد دیگر نیست، دعوتی که آنان را میکشاند تا از دوزخیان در آتش شعله آور به حساب کند. امت اسلامی چنانچه که الله گفت انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، بیگمان شیطان میخواهد میان شما دشمنی کینه بیافگند، تو را زرد نامد و مرا سفید، تو را جنوبی مرا شمالی، تو را پشتون مرا تاجک. از این آدرس بذر کینه را در ریشه دل ما چنان غرس کردن که امروز تداوی آن به ما دشواری ها دارد. جز از سخنان همچو افراد مسیر دیگر در اینجا دیده نمی شود. من به عنوان یک شیخ دردمند و آزرده خاطر از هر حادثه در هر شرایط عمرم ستاره عمرم رو به غروب افول است. من نمیدانم تا سال بعد در خدمت شما در قید حیات هستم یا خیر، چون همه باورمندیم. از این رو گفته دلم را امروز با شما شریک می سازم که دنیا، محبت دنیا ما را به بیراهه می کشاند. دانشمند، مفتی، شیخ از این قیدها در امان نیست. بنابراین به حرفهای این بزرگمت از گوش جان، از درون دل گوش فرا دهید.